سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. بنده محمدی هستم از گروه آکو. تو این جلسه میخوایم داشبورد اکسپرت مدیریت سرمایه آکو رو خدمتتون توضیح بدیم. بعد از اینکه تنظیمات رو اعمال کردی، داشبورد بروز میشه و آماده استفاده است که نگاه اجمالی به امکاناتش خواهیم داشت. قسمت بالا برای مدیریت پوزیشن های بازمون هست که بریک میکنه، پارت اکزیت میکنه، تریدینگ استاپ میکنه و وان کلیک هم گزینه فعالسازی که انجام بشه در لحظه سل رو باید بزنید پوزیشن براتون باز میشه. اینجا اسپرد رو نشون میده. گزینه سند تلگرام هست که به محض اینکه بزنید بعد از تایید یه دونه اسکرین شات از صفحه به تلگرام ارسال میشه با تنظیماتی که شما انجام دادید. این قسمت برای مدیریت ریسک ماست که ریسک ما بر چه اساسی باشه، لات ثابت باشه، درصدی از بالانس باشه و یا به صورت دلاری باشه. اینجا هم برای ست کردن پوزیشن هست، اینجا هم برای کاشتن پوزیشن پایی یا سل. به محض اینکه روی پوزیشن سل بزنید 3 تا خط روی چارت قرار میگیری که شما میتونید اینا رو تنظیم کنید و بر اساس ریواردی که ما توی تنظیمات گذاشتیم تیپی ما بر اساس این نقطه استاپ لاس ما متغیره و خودش جابجا میشه و آروبار 3 رو به ما میده. اینجا اگه دقت کنید اینجا آروبار 1 به 3 رو برای ما مینویسه، مقدار ضرر رو برای ما مینویسه و اینجا هم حجم رو برای ما مینویسه. به محض اینکه ست رو بزنید پوزیشن ست میشه و مشخصات پوزیشن توی تلگرام ارسال میشه. سرعت ارسال و نوع ارسال اینجا بستگی به اینترنت ISP شما داره. بعضی از ISP ها اومدن و اون پورت 443 رو که تلگرام ازش استفاده میکنه برای APIش اونو بستن و یا اختلال داره که حالا ما یک شیوه ای رو به دوستان آموزش میدیم که بتونن مشکلشون رو برطرف کنن که بعضا برطرف میشود بعضا نمیشود. حالا اینجا مثلا میبینید که برای ما خیلی راحت کار میکنه. البته ما از وبهوک استفاده کردیم و اون تحریم ها و فیلترها رو یه جوری دور زدیم. به محض اینکه پوزیشن باز میشه مشخصات پوزیشن اینجا قرار میگیره که اینجا ما اگر دقت کنیم ما الان حجم 500 به محض اینکه من 50% رو بزنم تمام 50% حجم من بسته میشه. بریک ایون رو بزنم اگر پوزیشن من به سود برسه و اون تنظیمات بریک ایون من برسه در لحظه بریک ایون میکنه، فقط این پوزیشن رو بریک ایون میکنه. اگر این رو فعال کنم تمامی پوزیشن های باز توسط داشبورد به محض اینکه رسیدن به اون شرایط بریک ایون میشن. تو این قسمت درصد سود دلاری رو نشون میده که ما اگر اینجا الان به صورت دلاری ضرر ما رو نشون میده، ما اگر این رو بزنیم به صورت درصد نشون میده. درصدی از کل مارجین ما اینجا نشون میده که چقدر تو ضرر هستیم. اینجا هم اینو بزنیم کل پوزیشن ما رو میبنده، میبینید که بست. موقعی که پوزیشن باز کردیم پندینگ یا پندینگ سل، مثلا سل رو زدیم، اینجا مدیریت سرمایه بر اساس لات ثابت هستش که میایم میذاریم روی درصدی از سرمایه در لحظه‌ای که داریم انجام میدیم. مقدار ضرر ما بر اساس مقدار مارجین ما تنظیم میشه یا بر اساس لات ثابت که باشه بر اساس اون حجم ما میاد لات ثابت میشه و مقدار استاپ همون هم بر اساس لات ثابت اینجا تنظیم میکنیم که چقدر باشه. مثلا پندینگ سل رو من میزنم اینجا دیده میشه. ما الان درصدی که بذاریم میگه که درصد ضرر شما $18. وقتی که زیادش کنی $18 ثابته و اینجا حجم ما کم میشه. عملا ما هر چقدر استاپمون بزرگتر باشه ما مقدار دلاریمون ثابت خواهد بود ضرر ما و اینجا حجممون تغییر پیدا میکنه. یعنی میاد مدیریت ریسک ما رو، مدیریت سرمایه ما رو رعایت میکنه و میگه که من اگر تو این پوزیشن بخوام باز کنم باید $10 ضرر کنم، بیشتر نمیخوام ضرر کنم. این $10 رو اینجا برای ما لحاظ میکنه. به محض اینکه ست رو بزنیم ست میشه و با گزینه سند تلگرام رو اگر ما بزنیم باید پوزیشن ما ارسال بشه به تلگرام
یک سیگنال بر اساس سفارشی در انتظار داریم ما با این شرایط و اینجا هم مشخصات هستش که حالا ما میتونیم داخل چارتمون هر چیزی که مد نظرمون باشه رو بکشیم و توضیحاتی که نیاز داشتیم رو بدیم. این قسمت به درد دوستانی میخوره که مثلا میخوان سیگنالشون رو دیگران هم استفاده کنن و داخل چارت دیگه نه اسکرین بدن، قیمت ورود بزنن، قیمت خروج بزنن، تی پی بزنن، نوع سفارش رو بزنن. این میاد خودش اتومات تمامی موارد رو لحاظ میکنه و اونجا هم ارسال میکنه. الان مثلا من همین رو یه تلگرام بزنم، ارسال رو بزنم، با شرایط جدید با این ریوارد جدید میبینید که همون رو برای شما توی تلگرام ارسال میکنه. یعنی هر چیزی که توی چارت شما میبینید رو برای شما ارسال میکنه. و توی این قسمت هم ما اگر یک پوزیشن سل داریم میکاریم، حالا به اشتباه زدیم دکمه رو، به محض اینکه این تی پی استاپ لاس رو معذرت میخوام جابجا کنیم، پوزیشن ما بای یا سل میشه. توی بندینگ هم همچنین. این الان میشه بای، دقت کنید، این میارم بالا میشه سل. یعنی به صورت اتومات و هوشمند میاد تشخیص میده که استاپ لاس شما کجا قرار داره و میاد بر اساس اون برای شما پوزیشن رو ست میکنه. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. دوستان اگر در نحوه استفاده مشکلی داشتن حتما با پشتیبانی در ارتباط باشن. اگر انتقادی پیشنهادی داشتند حتما ارتباط بگیرن با پشتیبانی و اگر شخصی سازی میخوان انجام بدن اکسپرت رو حتما با ما در ارتباط باشن. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه.